خسته نشدی هر جا میری همه فقط درباره همون فیلم‌های تکراری حرف میزنن؟ هر جا میری میگن پدرخوانده شوالیه تاریکی اینسپشن. خب آره شاهکارن، کسی شک نداره، ولی مگه سینما فقط همینه؟ انگار همه گیر کردن روی پلیلیست قدیمی. واقعیت اینه که کلی فیلم هست که کمتر کسی سراغشون رفته، ولی وقتی کشفشون میکنی حس میکنی یه گنج مخفی پیدا کردی. از اون فیلمایی که تا میای استاپ کنی میبینی ناخودآگاه غرق شدی توشون. راستش رو بخوای بعضی وقتا همین فیلمای کمتر دیده شده خیلی بیشتر از شاهکارهای معروف میچسبن، چون نه توقع زیادی ازشون داری نه همه جای اسپویلشون کردن. امروز میخوام 5 تا از همین جواهرای پنهون رو بهت معرفی کنم، فیلمایی که شاید اسمشون حتی به گوشت هم نخورده باشه. The Man from Earth محصول 2007. این فیلم یکی از متفاوت‌ترین تجربه‌های سینمایی که میتونی داشته باشی، چون همه چیز فقط با گفتگو پیش میره. کل داستان توی یه اتاق ساده اتفاق میفته و هیچ جلوه ویژه یا صحنه اکشنی نداره. ماجرا درباره استاد دانشگاهی که درست قبل از خدافزی با همکارش یه راز عجیب و فاش میکنه: من 14,000 ساله که زندم. همین جمله همه رو شوکه میکنه و شروع میشه برای بحثای عمیق درباره تاریخ، دین، علم و حتی معنای زندگی. چیزی که این فیلم خاص میکنه اینه که فقط با کلمات و ایده ذهنتو درگیر میکنه، جوری که بعد از تموم شدنش هم روزا بهش فکر میکنی و شاید بارها بخوای دوباره ببینیش تا نکات جدیدی کشف کنی. کوهیرنس 2013. اگه فکر میکنی برای دیدن یه فیلم علمی تخیلی جذاب حتما باید بودجه میلیاردی و جلوه‌های ویژه خفن خرج بشه، کوهیرنس خلافش رو ثابت میکنه. قصه از یه مهمونی شام ساده بین چند تا دوست شروع میشه، اما با عبور یه ستاره دنباله‌دار از بالای زمین همه چیز عجیب میشه. واقعیت شروع به فروپاشی میکنه و شخصیت‌ها ناگهان با نسخه‌های دیگه خودشون از دنیاهای موازی روبرو میشن. فیلم پر از لحظه‌های پرتنش و گیج کننده است که باعث میشه تو هم مثل شخصیت‌ها حس کنی گیر افتادی وسط یک کابوس منطقی. جالبتر اینجاست که فیلم بدون هیچ امکانات خاصی ساخته شده، اما تعلیق و پیچش‌های داستانیش انقدر قویه که مجبورت میکنه بعد از دیدنش ساعت‌ها تئوریاشو سرچ کنی و با بقیه درباره‌اش بحث کنی. انمی محصول 2013. این فیلم به کارگردانی دلی ویلنوف ساخته شده، همون نابغه‌ای که فیلم‌های بزرگی مثل ارایول و دونو ساخته. ولی انمی یه تجربه کاملا متفاوت و شخصی تره. جک جیلنهال اینجا نقش یه استاد دانشگاه گوشگیر رو بازی میکنه که یه روز به طور اتفاقی متوجه میشه یه آدم دیگه دقیقاً شبیه خودش وجود داره. از همینجا وارد دنیایی پر از نماد، رمز و لایه‌های روانشناسی میشیم که مرز واقعیت و توهم رو به هم میریزه. فیلم پر از نشونه‌های عجیب و تصویرایی که تو رو وادار میکنه که دنبال معنی پشتشون بگردی. پایان فیلم یکی از عجیب ترین و کوبنده ترین پایانیه که میشه تجربه کرد. لحظه‌ای که صفحه تاریک میشه و تیتراژ بالا میاد تازه میفهمی همه چیز از اول یه جور دیگه بود و ذهنت منفجر میشه. قبل از اینکه بریم سراغ معرفی فیلم خاص بعدی ازتون میخوام اگه واقعا از این ویدیو لذت بردین ویدیو رو لایک کنین و با سابسکرایب کردنمون هم انرژی زیادی بهمون بدین، همین که گروهمون که اصل داستانش هم شمایین هر روز بزرگتر بشه. گست استوری 2017. برخلاف چیزی که از اسمش فکر میکنی این فیلم اصلا ترسناک نیست. داستان درباره مردیه که میمیره و به شکل یه روح برمیگرده، اما نه برای ترسوندن آدما، بلکه برای تماشا کردن گذر زمان، زندگی و عشق. نکته عجیبش اینه که فیلم با قابای ثابت طولانی و سکوتای سنگین روایت میشه، چیزی که در نگاه اول ممکنه کسل کننده به نظر بیاد، اما وقتی جلوتر میری کم کم درگیر همون سکوت‌ها و حس عجیبی میشی که فیلم منتقل میکنه. انگار داری مفهوم جاودانگی، فقدان و حتی کوچیکی انسان در برابر زمان رو لمس میکنی. تا آخر فیلم میفهمی که چیزی که دیدی فقط یه داستان ساده نبود، بلکه یه تجربه شاعرانه و احساسی از زندگی و مرگ که خیلی کم توی سینما پیدا میشه. فیلم آخر و فیلم پنجم، دفال، محصول سال 2006. این فیلم یکی از چشم نوازترین آثار تاریخ سینماست، چون تقریبا هر فریمش مثل یه تابلوی نقاشیه.
قصه درباره یه مرد زخمی که توی بیمارستان بستری شده و با یه دختر کوچیک آشنا میشه. مرد برای دختر قصه های فانتزی و پر از قهرمان و ماجراجویی تعریف میکنه و ما هم همزمان وارد اون دنیای خیالی عجیب میشیم. چیزی که فیلم خاص میکنه اینه که بین واقعیت تلخ بیمارستان و دنیای رنگ و سورال قصه ها مدام جابجا میشیم. همین تضاده باعث میشه فیلم هم سرگرم کننده باشه، هم عمیق و احساسی. پشت تمام زیبایی‌های بصری و رنگ‌های خیره کننده یه قصه غمگین و انسانی جریان داره که تا مدت‌ها بعد از دیدنش توی ذهنت باقی میمونه. The Fall ترکیبی از خیال، درد و زیبایی که کمتر فیلمی تونسته به این شکل خلق کنه. مرسی که تا آخر ویدیو تنهامون نذاشتی و همراهمون بودی. تا ویدیو بعد که میبینیم همو مراقب خوبیات باش. فعلا.